سلام بچه ها، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. تو این ویدیو میخوام یه سنس خیلی خفن رو بهتون نشون بدم. لایک و ساب فراموش نشه تا آخرین ویدیو رو تماشا کنید. خب اول تامسونش رو چک کنیم. پینگم خدا، پینگ عالی، پینگ اسلامی. با این پینگم تیرام هد نمیخوره، با پینگ 999 هد میخوره، پشمام. خب این از تامسونشه. گانای دیگهش اصلا میشه تست کرد با این پینگ؟ تلپورت میشه. خب جامون عوض کنیم ببینیم. نه کلا پینگمون مثل این که ریده. خب حالا خبری نیست، همین تامسوناشو نشون میدیم اگه بیاره. من ویدیو رو استاپ میکنم، میرم با گانای دیگه شم حالا میارم بهتون نشون میدم. خب بچه ما الان فکر کنم 20 دقیقه گذشت و تازه پینگمون اومده. خب حالا ادامه گانا XM8 چک کنیم. XM8ش مثلا خدا همش هده. گانای دیگه مثلا چی بردارم؟ AK برداریم با P90. خب AKش هم خوب میخوره خدایی. P90ش خیلی ویدیو نمیخوام طولانی کنم، الان سنس رو بهتون نشون میدم. خب سنسمون اینه، DPI هم روی 710 باشه، دکمتیرم 47. خب دوستان لایک و ساب فراموش نشه. تا ویدیو بعدی، فعلا.